فارسی زبان شعر و ادب با جغرافیای معنوی پویا و گسترده، زبان مولانا جلال الدین محمد بلخی و رابعی بلخی، زبانی که فراز و نشیب‌های زیادی را متحمل شد، زبان دربار که صداها در شبقاری هند کاربرد داشت و هنوزم سرود ملی پاکستان فارسی است. اما به نظر می رسد در این روزها طالبان برای برکندنش آستین زدند، از حذف دانشگاه تا حذف فارسی از تابلوها. دشمنی طالبان با فارسی از کجا آب می خورد؟ آیا نابودی فارسی با سیاست حذف ممکن است؟ و در نهایت فارسی ستیزی و دشمنی با واژه دانشگاه چی پیامد به همراه خواهد داشت؟ برای گفتگو در این مورد آقای سید بلال احمد فاطمی، تحریرگر مسائل سیاسی، و آقای جاوید احور، نامزد دکترا در رشته مردم شناسی و تاریخ را با خود داریم. مهمانان گرامی خوش آمدید. از همین جنجال دانشگاه و پوهنتون آغاز میکنیم. آقای فاطمی، بر ما بگویید که مشکل در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. سلام و احترام تقدیم شما مهمان گرامی و بینندگان تلویزیونی و پروگرام وزین شما. اگر ما به عقب برگردیم 90 سال قبل، سال 1932 وقتی که بنیان پوهنتون کابل گذاشته شد، از آوان اسم پوهنتون کابل پوهنتون بود و تا زمان 1992 وقتی که حکومت اسلامی بعد از جنگ جهاد به پیروزی می رسید، هیچ مشکل و تشدد در بین مردم بر سر این کلمه و الفاظ نبود و یعنی مردم این را قبول کرده بودن از اول که پوهنتون یک کلمه عام است و برای تمام افغانستان و هر جای تمام پوهنتون ها با پوهنتون یاد می شدن. وقتی که حکومت اسلامی تحت رهبری استاد ربانی در افغانستان قدرت را به دست گرفت و شورای نظار برای زبان و جنگ‌های داخلی افغانستان به اساس زبان و قومیت دامن زد، از همونجا به لفظ پوهنتون اینا هم دامن زدن، چیزی که در بین مردم افغانستان هیچ معامله مشکل و کدام مشکل افزان نبود و همگی لفظ من حیث یک لفظ عمومی، کلمه عمومی که پوهنتون، یعنی همون که امروز میگن دانشگاه که لفظ افغانی نیست، ایرانی است و ایرا چیز کردن آوردن و جنگ و جدال در بین مردم شروع شد. یعنی اگر 90 سال قبل ما شما بگیریم، 80 سالی مشکل است، 60 سالی ملتی مشکل نداشت، نه در کابلی جنگ بود، نه در هرات بود، نه در مزار بود، همگی میگفتن پوهنتون رفتم. فارسی زبان بود، اگر ازبک بود، تاجیک بود، پشتون بود، میگفت پوهنتون و کلی میگفت که پوهنتون چیست. این کلمه به حساب مروجه بین مردم. آقای فاطمی، فکر نمی‌کنین پوهنتون یک واژه پشتو است؟ ببینید این یک کلمه وقتی که این در دنیا مروج است، اون دوست گرامی هم شاید روشنی سرشان پرتن لحاظ واژه شناسی و کلماتی که در زبان ها مروج می باشه، کلمات از زبان های دیگه گرفته میشه و مروج میشه و وقتی که یک کلمه مروج شوه بازو باعث مشکل نمیگه. فرض ما شما کلاشینکوف میگیم، در کلاشینکوف است، چرا که هم کسی که مهاجرش است نام خود بالاش گذاشته، فلهذا کسی او را نام دیگه دادن نمیتونه، اونمو مروج شده. حال مردم نمیگه کلاشینکوف روسی است، فلهذا چرا ما باید به یک نام چوب صدادار یا چوب چیز یک نام سرش بگذاریم؟ نه، اینی کلاشینکوف قبول شد، تلویزیون قبول شدگی است. حالا که یک کلمه پشتو را بخواین، یعنی طالبان بخواین در زبان فارسی برخلاف خواست فارسی زبانا بخواین جابجا کنن، فکر نمی‌کنین یک بی‌عدالتی است؟ ببینین، با یک لفظ بی‌عدالتی گفتن، اگر با یک لفظ بی‌عدالتی باشه درست است، یک لفظ شما میگین بی‌عدالتی است. 300 سال است زبان
افغانستان که یعنی دربار خود در دست پشتونا بود، حکمرانی خود به دست پشتونا بود، اما زبان دربار و زبان حکومت فارسی بود. تمام پشتونا اولادش فارسی درس میخواند، اما پشتو زبان هرگز شکایت نکرد که اولاد ما چرا از پشتو به فارسی رفت. تمام دفاتر و مکتوبای افغانستان به فارسی بود. هیچ کس شکایت نکرد که چرا مکتوب به پشتو نوشته نمیشه، چرا مراوده ها همگی به فارسی است. اما یک لفظ پهنتون اینقدر باعث سردرد شده که چرا یک لفظ پشتو را برای ما مروج ساختند. 60 سالی مشکل نبود تا شورای نظار و جبهه به سر به نام مقاومت به وجود نامده بود، هیچ مشکلی وجود نداشت. تشکر. به این کلمات دامن زدن، ببخشید من باید گپ خودم بفرمایید. تا زمانی که مفسدین به این چیزا دامن نزده بودن و این دامن هم به دست بزرگ کسایی که میخواست افغانستان به گروه ها و پارچه ها و اقوام تقسیم کنه، به این کلمات دست دادن، به این الفاظ دست بردن. چرا که اگرنی امی کلمه پوهنتون 60 سال امی مشکل نداره، چرا دی 30 سال اخیری مشکل پیدا کرد؟ آقای فاطمی ما جوابتان گرفتیم. تشکر. آقای احور، شما سخنان آقای فاطمی را شنیدین. اینا گفتن که دانشگاه یک واژه خارجی است و در اصل باید در افغانستان ما پوهنتون بگوییم. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ آیا واقعا دری و فارسی و تاجیکی 3 زبان متفاوت هستند یا اینا 3 نام برای یک زبان هستند؟ ببینیم من از یک جای دیگه شروع میکنم. پس خدا در پرسش شما را مقسمی که دوست ما شروع کردن گفتن که واژه پوهنتون در سالهای 1932 در عصر صدارت هاشم خان در افغانستان معرفی میشه و کسایی که تاریخ زبان را میفهمن و آشنا هستن میدانن که در زمان امان الله خان زبان ملی زبان فارسی بود و نادر خان و برادرایش یک سیاست تعصب زبانی را در زمانشان با کار بردن و کوشش کردن زبان معارف در سراسر افغانستان پشتو بسازن. حتی در بدخشان جاهایی که یک نفر هم پشتو نمیدانست اونجا هم زبان معارف را زبان پشتو ساختن، ولی متوجه شدن که سطح معارف سطح دانش به شدت پایین آمد و مردم نمیتونست فرا بگیره، در امتحانشان ناکام ماندن. با خاطر برگشتن به زبان پشتو، به زبان فارسی. بنابراین اساس وقتی ما میگیم که پوهنتون در زمان صدارت هاشم خان اصطلاح ملی شده به این مفهوم که در تاریخ معاصر افغانستان هاشم خان یک چهره دیکتاتور است، یک چهره ستمگر است و او را نمیتونیم معیار قرار بدیم که و کارهایی که در زمان صدارت هاشم خان شده به هیچ وجه معیار قرار داده نمیشه. از طرف دیگر زبان جغرافیای افغانستان، زبان امان الله خان، زبان احمد شاه درانی، زبان تیمور شاه درانی زبان فارسی است و حتی نویسندهایی که خارجی که در جغرافیای افغانستان آمدن و گذری داشتن به جغرافیا مثل الکساندر برنس که در زمان شاه شجاع مشاور حکومتی شاه شجاع بود، تو میگه که زبان افغان ها و کسایی که حکومت میکنن فارسی است و پشتو زبان گروه های قبایلی افغان است. یعنی درانی ها اکثرا به زبان فارسی نوشته میکردن، به زبان فارسی را زبان خود میدانستند. شاه شجاع درانی، تیمور شاه مثلا از خود یک سلسله نوشته و دیوانای به جا ماندن. اما قسم تاریخ زمان شاه شجاع به نام تاریخ احمد شاهی به زبان فارسی مانده. به خاطر نمیشه اینطور ادعا کرد که در عصر درانی ها یک گویا خدمت کردن به زبان فارسی که زبان به خود اختیار کردن. زبان فارسی زبان تمدنی بوده، از چی شاههای ترک در جغرافیا آمده و چی شاههای عرب، هر کدامشون که آمدن به این زبان احترام گذاشتن و از این زبان که زبان مقتدر دیوان بود، زبان علم بود، زبان دانش بود، زبان سیاست بود استفاده کردن، به خاطر اینکه اکثریت مطلق نفوذ جغرافیایی خراسان بزرگ یا ایران بزرگ و زمان فارسی بود. به خاطر به زبان مردم اینا می‌خواستن تکلم بکنن. یک شاه نمیتونه به زبان بیگانه بالای مردم حکومت بکنه، به زبان مردم باید صحبت بکنی و زبان مردم زبان فارسی بود. ما اومدیم سر موضوعی که فارسی دری یا تاجیکی یا زبان‌های مختلف است. یک بحثی است که حداقل 100 سال عمر داره. یعنی میشه که شما مراجعه بکنید به متنایی که در اوایل تشکیل تاجیکستان و ازبکستان یک جنجال بزرگی بود که میگفتن این زبان باید نامش فارسی باشه یا تاجیکی باشه.
و او زمان روس‌ها بسیار پشت این موضوع رو دامن زدن و کوشش کردن یک مرز ایجاد کنن بین زبان فارسی و زبان فارسی فرارود و خط لاتینی رو مثلا اولا تعمیل کردن، بعد از خط سیریلیک تعمیل کردن و کوشش کردن یک جدایی مضمونی و جدایی سیاسی در بین فارسی تاجیکی و فارسی که در افغانستان و ایران صحبت میشد به وجود بیارن. اما فارسی افغانستان تا سال 1964 در کتاب‌های مکاتب قرائت فارسی نامیده میشد و هنوز هم مردمای زنده هستند که مکتب رفتن. شما فرق بین فارسی و دری نمیبینین، درست؟ فرق بین فارسی و دری ایجاد شده، نمیبینم ولی ایجاد شده و تلاش هایی که صورت گرفت بعد از اینکه نام زبان تغییر میکنه در سال 1964 به زبان دری، تلاش هایی صورت میگیره برای اینکه این زبان از لحاظ مصطلحات و از لحاظ ترمینولوژی یک تفاوت نسبی با زبان فارسی تهران پیدا بکنه و یک جدایی هویتی به وجود بیاید بین تاجیک‌ها و فارسی زبان‌های افغانستان و فارسی زبان‌های ایران. حالا واژه دانشگاه به نظر شما واقعا واژه خارجی است و یعنی در افغانستان نباید استفاده شود؟ نه، ببینید شما حتی همین دوست ما صحبت کردن، گفتن که وقتی یک واژه ایجاد میشه حتی اگه کسی اختراع کرده باشه او در جاهای مختلف دنیا که میرن به زبان بومی مردم ترجمه میشه. مثلا اصل اگر بگوییم شاید دانشگاه خدمت بیشتر در اروپا داشته باشه در قرن 12 و 13 در اونجا به وجود آمده، ولی در هر کشور دنیا وقتی که میره و نام و شکل خود میگیره، مثل که در فارسی دانشگاه میشه و در پشتو پوهنتون میشه به این سادگی. و ما فکر نمی کنم که پوهنتون نامش خدمت بیشتر نسبت به دانشگاه داشته باشد. دانشگاه ها در سال 1311 در ایران اولین دانشگاه ساخته شد و شما میتونید ببینید که نام دانشگاه خدمت تاریخی بیشتر نسبت به پوهنتون داره، ولی انتخاب بسیار سیاسی است نسبت به اینکه چرا مثلا پوهنتون در افغانستان کار برده شده و دانشگاهی خیلی یک موضوع سیاسی است تا با موضوع علمی. تشکر. آقای فاطمی، از شما میخوایم بپرسم که خب طالبان گفتن که اونا قانون اساسی ندارن و به قانون اساسی هم نیاز ندارن. حالا حرف از کدام قانون میزنن؟ یعنی آیا طالبان میتوانند به قانون دولت گذشته اونا تکیه بکنن؟ خب ما شما شنیدیم که چون در اونجا افکار و نظریات مختلف وجود داره، هم شنیدیم که به قانون اساسی نداریم، افراد کوچک 18 اما بزرگاشون گفتن که قانونایی که در سال از 1357 و بعد در مدت 44 سال گذشته جور شده اونا رو ملغا اعلان کردن، اما قانون اساسی 1964 گفتن که زیر استفاده دارن و با اساس قانون 1964 پوهنتون کلمه است که در قانون اساسی جای داده شده و بعد رسما و ما شما میبینیم که در تمام جهان یک چیز مروج است. وقتی یک چیز در قانون اساسی به او را ملت به احترام میگذاره. فرضاً ببینید در اروپا امی هولوکاست کلمهش که است این قانون جای دادن که کسی استفاده کرده نمیتونه و هر کس که این به جای استفاده کنه و به تفسیر کنه مجرم گرفته میشه، بندی میشه. امی اروپایی که ما شما برش معتقد هستیم که بسیار پیشرفته و ترقی اونا به این مفکوره ها هستند و ما شما اکثرا خیر دین و قرآن و اینا رو خود گذاشته بسیار پیروی از این که هستیم که اهل دموکراسی است و آزادی است و حقوق بشر است، اما باز در جایی که برای ما ضررش میرسه باز اونجا ما اونمو را تعقیب نمی کنیم. اگر اروپایی ها فرضاً با همین تمدن و پیشرفت علمی که دارن اینا فرضاً ببینید در قانون گذاشتن هیچ کس تخطی نمیکنه، اما از ما در قانون گذاشتن 60 سال از اون پیروی شد، بعد از 60 سال یک دفعه بیدار شدن نه ولی باید دانشگاه باشه. من نمیگم که دانشگاه واژه بد یا خرابی است، دانشگاه واژه بسیار زیبا و مقبول است در زبان خود و برادر ما که اشاره کردن که فارسی زبان اکثریت در این منطقه بود، یک غلوی است بر روی تاریخ. اگر زبان فارسی زبان اکثریت در منطقه بود چرا به اقلیت مبدل شد؟ چطور به اقلیت مبدل؟ چطور پشتونا در همون زمان به اکثریت رفتن مبدل شدن و حکومت و امپراتوری بزرگ جور کردن و فارسی زبانا به اقلیت مبدل شدن؟ یک دقیقه ببخشید، من این قبول دارم که زبان فارسی زبان دربار مغول بوده،
میره قبول دارم که زبان فارسی زبان دربار احمدشاه و قبل از امان الله خان، گفتم قبل از اونا، یعنی 200 سال قبل از امان الله خان هم این زبان و این خود پشتونا کردن، چون پشتونا همی تبعیض نداشتن، زبان فارسی رو دوست داشتن، خوش داشتن. خود من در پشتو کتاب و اشعار ندارم، اما در فارسی دارم. چرا؟ برای من این مسئله زبان، کلمات برای من هیچ مفهومی نداره، به این مفهوم نداره که ما با او بجنگم، بلکه این زبان خودش علم نیست. زبان یک وسیله است، یک دروازه است، یک دریچه است از یک قوم به قوم دیگر، از یک تمدن به تمدن دیگر. و خود زبان تعریفش است که مجموعی از کلمات و اصطلاحات است و علائم و اشاره هاست که شما به ذریعه از او افهام و تفهیم میکنین. زبان یک بخش از هویت هر شخص می باشه، خاصتا زبان مادری، و همچنین زبان یک ارزش و سمبل ملی یک کشور می باشه. پس نمیتونیم زبان قدر دست کم بگیریم. شما در یک جای من جوابتان نمیدم. ببین شما اگر مسلمان هستیم، اگر به خدا و به قرآن ایمان داریم، از اون لحاظ ما شما اگر بگیم که به زبان یا به قومیت بجنگیم، خلاف دین خود عمل کردیم. و اگر به لحاظ تمدن جهان غرب پیش بریم، در می جهان غرب بالای زبان در کدام جا شما جنگ دیدین دارن؟ در می اروپا و در امریکا کنگی با هم زندگی ندارن. در می کوچه‌ای که من فعلا دادم روی شما شدیم، در می کوچه ما روبروی ما هندو است، دست چپ ما افریقایی است، دست راست ما از استریاس. ما بیرون میبریم با هم تکلم میکنیم، صحبت میکنیم، نمیگیم که تو از کدام قوم هستی، چرا زبان تو است. زبان باعث جنگ و تشنج باید نباشه. اگر انسانی با عقل با فهم باشه با زبان نمیجنگه. زبان چیزی نیست. در هندوستان 1000 زبان است و اینطور زبان ماست که 2 نفر با او تکلم دارن و بزرگترین زبان جهان که بیشترین تکلم به صورت اردو است. آقای فاطمی، اگر زبان قدر مهم نیست طوری که شما میگین، پس چرا طالبان در کنار حذف واژه ها حتی لوحه های فارسی را پایین میکنن، تغییر میدن و لوحه های پشتو و انگلیسی را میگذارن؟ ببینید در طول 300 سال گفته میشه که حکومت در این حکومت پشتونا بوده و گفته میشه پشتون بر ما ظلم کرد. اما شما به حقایق رو کنین، کدام زبان زیر فشار بود؟ فارسی ترویج شد و فارسی کتابا نوشته شد، مکاتب شد، همه پشتو زبان از بین رفت. در 50 زبان مرده جهان پشتو یک زبانای مرده جهان است. علتش چی است؟ که از رسمیات برآمد، از دفاتر کشیدنش، از مکاتب کشیدنش، با وجود از اینکه حاکمیت از پشتونا بود. و دیدیم که آیسته آیسته از لوحه ها هم دورش کردن. در هر جا شما میدینین لوحه با فارسی اگر بسیار زیاد میشد به انگلیسی. حالا که پشتونا پس به خود آمدن که ما خو از رای ترحم کار گرفتیم، قدرت از ما بود، امپراتوری از ما بود، حکومت از ما بود، ولی ما بس خاطر که اقوام کوچک ما با ما زیست کنن، ما با اینا آل پا بارا میکنن بر ما و میگه تو کی بودی که در این سرزمین آمدی؟ تو اینجا وجود نداشتی. این زبان اکثریت بود و این زبان دربار اگه بود، کی زبان دربار ساختش؟ پشتون زبان دربار ساختش. تشکر آقای فاطمی. بزرگترین شاعر شما، بهترین شاعر شما در فارسی از پشتوناست. بهترین آهنگ خان شما از پشتوناست. منظور شما کی است؟ فیلی تانه که خراسان برش خوانده میشه. ایره کی گفته؟ پروفسور سید محمود فارانی. آیا او فارسی زبان است؟ شما پیشتر نام بردین از رابعه بلخی. آیا رابعه بلخی فارسی زبان بود؟ رابعه بلخی یک عرب بود. از وقتی که از پدر و مادر خفه شد و از طرف عرب سرزمین عرب آسان آمد، در اونجا به شعر فارسی روی آورد. آقای فاطمی تشکر، جواب گرفتیم. زبان فارسی است رابعه بلخی. ما شما افتخار داریم، اما رابعه بلخی فارسی زبان نیست، عرب است. تشکر. آقای اول شما حرفای آقای فاطمی را شنیدین در مورد از اینام که اگر کدام چیز میخواین بگوین حتما فرصت براتون داده میشه و اینا زیادتر گفتن که زبان فارسی را پشتونا زبان دربار ساخت و به یگونی گفتن که همی فارسی بود که زبان پشتو را از صحنه کشید، یعنی به یگونی زبان پشتو زبان مرده شد. یعنی این چقدر حقیقت داره و چی فکر میکنین؟ آیا واقعا همی مفکوره باعث شده که یک عقده در دل
قوم پشتون ما در افغانستان ایجاد شود و طالبان هم به یک گونه بخواین از این طریق حذف واژه ها کوشش بکنن به یک سیستم یعنی به اونا یک حذف سیستماتیک زبان فارسی را پیش میبرن؟ پرسش بسیار خوب معقول است. اتفاقا یک بسیار کوتاه میپردازم در رابطه با سوال دوست ما آقای فاطمی. اولا خدمت دوست ما عرض بکنم که یک سلسله باورهای نادرستی که در رابطه با زبانهای ملی و زبان فارسی در افغانستان وجود داره. یک شمی است که ما تصور میکنیم که در این جغرافیا زبان اکثریت مردم زبان پشتو است. حتی انگلیس ها زمانی که آمدن این نام کشور از خراسان به افغانستان تبدیل کردن، مثل الفنستون و دیگر دوستا و بازماندگانشان، اونا میگفتن که افغانستان کشور است که در اونجا افغان ها حکومت میکنن، نه این که افغان ها اکثریت هستند. این در روایت های زیاد از کتاب انگلیسی که در قرن 19 هست و دوستا اگر علاقه داشته باشن حتما برشون رفرنس ها و منابع برشون میدم. یعنی کشوری که در اونجا افغان ها حکومت میکنن ولی اکثریت نیستن. افغان ها بخصوص زمانی که مرزها تعیین شد در این جغرافیا در زمان عبدالرحمن خان، در این جغرافیا یکی از اقلیت‌های کوچک شد و به احتمال زیاد نفوذشون کمتر از تاجیک‌های افغانستان بود. ولی یک سلسله روایت‌هایی که به خاطر که حاکم بودن و قدرت دستشون بوده و معارف در دستشون بوده، یک سلسله روایت‌های نادرست را از طریق معارف و از طریق رسانه‌ها در بین مردم تزریق کردن و ترویج کردن که گویا پشتونها در افغانستان اکثریت است، که یک باور بسیار دقیق نیست و هیچ احصایه‌ای در تاریخ افغانستان صورت نگرفته که همین باور نادرست را تایید بکنه. حتی احصایه زمان داود خان هم توسط نانسی دوپری که خانم که در کابل پژوهشگر آمریکایی بود، او هم رد کرد که احصایه بسیار نادرست بود، اما در زمان خود داود خان این احصایه رد شده بود. در رابطه با اینکه پشتونهایی را زبان دربار ساختن خو اشتباه است، به خاطر که درانی ها خودشان جزء امپراتوری افشار بودن و احمد شاه درانی یک از افسرهای امپراتوری افشار بود و خود را میراثدار امپراتوری ایران میدانست. حتی محمود آژی میرویس هوتک هم خود را میراثدار امپراتوری ایران میدانست و هیچ وجه خود را پشتو زبان فکر نمی‌کردند. پشتو زبان شدن درانی ها و حاکمان پشتون بیشتر در زمان صدارت هاشم خان صورت میگیره و در اون زمان مفکوره های بسیار زیاد ضد فارسی در کشورهای همسایه ما رشد کرده بود. در بخارا زبان فارسی از حکومت هفتی در اواسط قرن 18 یا اواسط قرن 19 در هند توسط انگلیس ها این زبان از عظمتش کاسته شد و به یک زبان دور از دربار تبدیل شد. ترک های جوان در استانبول بر ضد زبان تبلیغات کردن و محمود در افغانستان هم محمود طرزی زیر تاثیر افکار ترک ها قرار داشت و فکر میکرد که با این کار خود شاید به یک مردم افغانستان خدمت کرده باشه که یک زبان دیگر در پهلوی زبان فارسی معرفی بکنه که به قول خودش با زبانی که خودش به کار میگه زبان افغانی میگفت، زبان پشتون هم میگفت. بعدش انگلیس ها بزرگ در دهه 1930 و 1940 تصحیح کردن، گفتن زبان پشتو باید به کار برده شود نه زبان افغانی. به این ترتیب ما به هیچ وجه کدام خطایی درست نیست ادعا ما بگوییم که پشتون ها این زبان دربار ساختن. پشتون ها جزء دربار ایران بودن، جزء دربار فارسی بودن و زبان پشتو به هیچ عنوان او آمادگی و غنامندی را نداشت که بتونه زبان دربار باشه و امروز هم غنامندی را نداره که زبان دربار باشه و زبان علم باشه. با وجودی که سالهای سال است که در روی زبان از طرف دولت سرمایه‌گذاری صورت گرفته و عملاً در قانون اساسی 1964 در یک از ماده‌هایش تاکید صورت میگیره که باید روی زبان پشتو سرمایه‌گذاری و بیشتر صورت بگیره چون زبان نیاز به غنامندی داره. خب در مورد از این چی گفتنی دارین که هدف از حذف واژه دانشگاه یا واقعا حذف سیستماتیک زبان فارسی است طوری که بعضی ها میگن؟ ببینین یک عمل نمادین است. عمل نمادین را باید ما ببینیم که پشت یه رفتار نمادین چی انگیزه نهاده شده. یک پیام میخوان اینا به فارسی زبان افغانستان بفرستن که امو زبان پشتو گویا زبان اولی کشور است و ترمینولوژی را که هاشم خان مورد تایید خود قرار داده بود یا در زمان تحمیل کرده بود بر مردم، او باید نقص نشود. یک پیام و پیام دومی است که طالب ها میخوان به پشتونای افغانستان یک پیام بفرستن که ما خدمتگزار شما هستیم، شما در مقابل ما نیستین
و این ببینیم که ما به هدفی که شما دارین، خصوصا به پشتونهای ناسیونالیست که هدف که شما دارین که حذف زبان فارسی است و تضعیف زبان فارسی است، ما در اون مسیر حرکت میکنیم و این ببینید شما ملاهای دانشگاه رو پایین کردیم. ولی واقعیتش چی است؟ یک پرسش بسیار ساده که میتونه یک انسان پرسان بکنه از پشتونها و از طالب‌ها این است که کدام زبان بیگانه از به جغرافیا، زبان فارسی یا زبان انگلیسی؟ کدام زبان کفر است در جغرافیا، زبان فارسی یا زبان انگلیسی؟ شما لوحه انگلیسی را نگاه می‌دارین و خود را پاسدار اسلام می‌دارین و زبان فارسی که زبان اسلام است، زبان مدنیت اسلامی است، و این زبانی است که نیاکان پشتونها را به اسلام معرفی کرده. این زبانی است که نیاکان ترک‌ها را به اسلام معرفی کرده. این زبانی است که هندوها را به اسلام معرفی کرده. این زبانی است که مدنیت اسلامی را در جغرافیا پخش کرده. توهین به زبان فارسی توهین به اسلام است و ایرا مطمئن هستم که آقای فاطمی هم میفهمند خدمتی که به زبان به مدنیت اسلامی فارسی زبان ها کرده و زبان فارسی از طریق زبان فارسی انجام شده. هیچ زبان دیگری خدمت را نکرده. آقای فاطمی، شما حرفای آقای احور را شنیدین. خب شما چی فکر میکنین با حذف واژه ها و متن های فارسی طالبان چی پیام را میخواین بفرستن؟ قبل از اینکه من به سوال و تفسیری برادر گرامی خود جواب بدم، یک سوال از برادر خود دارم. اگه سوال من جواب بدن بعد از بعد من جواب میدم. اینا پیشتر از صحبت خود گفتن که پشتونا اکثریت نبودن و اینجا اکثریت تاجیک ها بودن و پشتونا را بعداً به اکثریت مبادله کردن. هدف از قوم تاجیک بود یا فارسی زبان؟ آیا اینا فارسی زبان تاجیک و تاجیک فارسی زبان میدانن؟ ببینید، ما وقتی که به متنای تاریخی مراجعه بکنیم، محمود کاشخری در یک کتاب به نام دیوان ترک واژه تاجیک را معرفی میکنه، تعریف میکنه، میگه تاجیک یعنی فارسی زبان و فارس. تاجیک هم فارس ها را در بر میگیره و هم فارسی زبان را. یعنی کسی که ترکی که فارسی زبان شده، پشتونی که فارسی زبان شده، عربی که فارسی زبان شده، تاجیک پنداشته میشه. تاجیک مفهومی اتنیکی مطلق اتنیکی نداشته و با مخاطر از ترکیبای ترک، تاجیک و عرب و عجم در گذشته و این مفهوم بود که یک چتر بزرگ در اینجا وجود داره به نام تاجیک که او شامل تمام ملت ها میشه. حتی یک افغان میتونست در زیر چتر تاجیک خود را معرفی بکنه در گذشته. و چرا ما مثلا نمیبینیم در تاریخ های قرن 12 13 14 مثلا نام افغان را نمیبینیم و بیشتر نام مثلا تاجیک را میبینیم که در تمام نوشته ها پدیدار است، بسیار زیاد معلوم است، بسیار زیاد خوانده میشه. چرا؟ به خاطر که نام تاجیک یک چتر بزرگ بود، مثل که شهروندای خراسان بزرگ را میتونستن تاجیک بگوین. کردها حتی شامل از این موضوع میشد، لرها شامل نام تاجیک میشد. اما در افغانستان بسیار مغرضانه کوشش کردن که نام تاجیک را خرد بکنن. یک بار پامیری ها را از او دور کردن، دیگه ایماق ها را از او دور کردن، بعد از او افشاری ها را از او دور کردن، بعد از او قزلباش ها را از او دور کردن. و در عین حال میبینیم که نفوذ و جمعیت غیر پشتون را مثل مردم وردک، مثل مردم لغمان، مثل مردم جلال آباد که اینا خیلی هایشان حتی کاکری ها که گفته میشن پنجابی هستن، اونا را در تعریف پشتون ها داخل کردن تا جمعیت پشتون ها را بیشتر نشان بدن و جمعیت تاجیک ها را خردتر. و در این مورد من ملامتی را زیاد به پشتون ها نمیندازم. در اینجا ملامتی برمیگرده به شناخت ضعیف تاجیک ها از تاریخشان، از هویتشان، از گذشته مشترکشان با فارسی ایران. به خاطر اینا تشکر. آقای احور، اینا شما میتونید به جواب خود بپردازید. خب اولا پیدا باید بگویم که اینا قرنایی را که ذکر کردن قبل از او زبانی دری زبان بومی از سرزمین بوده، در زمانی بوده که تاجیک وجود نداشت در این سرزمین. ما برین به تاریخ اقوام و ریشه های از او، در اونجا شما قوم تاجیک بخوانید. تاجیک قوم عرب است و از مهاجرین و کوچی های عرب هستند که به این سرزمین آمدن و با نام قوم تازی یاد می شدن و چون مردم هوشیار و تیز و زرنگ بودن از ناز برشان از تازیک گفته می شد. تازیک جانم تازیک و این تازیک در مرور زمان به تاجیک مبدل شده. این نیاز به تشکیل داره. این اهل از سرزمین نیست و دری زبان دری که ما به او میگیم زبان مدبومی از این سرزمین بوده و از همین خاطر ما میگیم که این زبان با زبان ایرانی تفاوت داره.
در لحاظ ادبیات فعلا یک زبان هستن، اما در مصطلحات و اصطلاحات کاملا تغییر دارن. ما شما میبینیم که ایرانی اصطلاحاتی را که استعمال میکنن، ما شما یک ترجمان ضرورت داریم، چرا که ما به زبان اونا نمیفهمیم اونا چی میگن، چرا که زبان اصطلاحاتی ایرانی ها با زبان دری و فارسی ما شما کاملا فرق داره. فکر نمی‌کنید دری ما و فارسی ایرانی ها یک لهجه است، بلکه لسان یعنی یک لسان از فارسی. لسان یکی است، لهجه یکی نیست. لهجه یکی نیست. عموده میگم یعنی لهجه ما اگر دری است، لهجه از اونا ایرانی، لهجه ها اگر فرق داشته باشه بازم لسان یکی است. یعنی پس واژه دانشگاه را چرا طالبان حذف میکنن؟ جمله من شما متوجه نبودیم. من گفتم که لحاظ ادبیات یک زبان است، لحاظ مصطلحات زبان مختلف است و لحاظ لهجه ما شما در پشتو می چیزا داریم. ما شما در پشتو یک تصحیح نیاز دارم در رابطه با صحبت‌های من ختم کنم آقای احوال با شما جواب بدم. بفرمایید. ما شما در پشتو امی جریانات داریم. زبان پکتیا با زبان قندهار کاملا تفاوت داره. قنداری زبان پکتیاوال نمیفهمه در حال که دوش پشتوست. ما خودم زمانی که یک پکتیاوال خوستی یا پکتیکاوال یا وزیرستان شمالی صحبت میکنه، من نیاز دارم که یک نفر بر من، چرا که اونا کلمات رو استعمال میکنن که در پشتو مروج نیست، در حالی که زبانشان پشتو است، زبان پشتوی بومی است. و قبلا برادر گفت که با پشتو کار نشده. حالا که شما دیکشنری های پشتو رو ببینید، دیکشنری های فارسی را فراموش میکنن. حالا کار میشه به این زبان. حالا مردم بیدار شدن که دیگه بعد از این ما باید یک چیز باید متوجه باشیم. خود من نه پشتون هستم نه تاجیک، خود من عرب هستم، سید هستم، عرب هستم، اما با فارسی و پشتو الحمدلله صحبت میکنم. زبان مادری ما که باید عرب می بود یاد ندارم و خود من متعصب زبان ها نیستم. من هر زبان دوست دارم، روسی را دوست دارم، فرانسوی را دوست دارم، هر زبان دوستم دارم، احترام برش دارم و زبان فارسی را بیشتر از همه به این دوست دارم که زبان سلیس و روان است، مشکلی نداره. شما میتونه با آسانی صحبت کنید، با آسانی بنویسید، چون حال بحث علمی است. ما شما من حیث تاریخ صحبت میکنیم، من حیث ازی کی بالای کی ظلم کرده. من میگم تهاجم بالای زبان پشتو صورت گرفتن، نه بالای زبان فارسی. در پشاور فعلا 45 میلیون پشتو زبان زندگی میکنن. آیا با پشتو نوشته کرده میتونن؟ نمیتونن. آیا با پشتو که مراوده و کتاب دارن؟ ندارن. زیر تهاجم زبان اردو قرار گرفتن. در پاکستان در پشاور 45 میفهمین پشتو در پاکستان لحاظ نفوس اولین زبان است. 22.50% نفوس پاکستان پشتو زبان است و لحاظ تقسیمات احصایوی این زبان اول می آید. اما زمانی که پنجابی اردو رو یک جا میکنن 45% باز میگن نه زبان اردو اول است. آقای فاطمی، اگر حالا در مورد وضعیت کنونی افغانستان صحبت کنیم، این که طالبان میگن این واژه ها را اینا حذف کردن به خاطر اصلاح سازی زبان، ولی شما حالا میگین که افغانستان ضرورت داره که تا بالای لسان پشتو و یک حساب کار بکنن، چون پشتو باید یعنی اهمیتش خیلی کمتر شده بودن در گذشته به خاطر زبان فارسی و این باید تغییر بکنه ولی اونا میگن اصلاح سازی زبان فارسی است. خب هدف چی است در کل؟ آیا واقعا طالبان طوری که بعضی ها میگن این کار طالبان واقعا باعث بی‌اتفاقی و دوری اقوام در افغانستان میشه؟ ببینید من در این مورد براتون یک جریان میگم. این اطور نیست. طالبان این کار نمیکردن و نمیکنن. اینا ما براتون به یقین میگم. چرا طالبایی را که مردم میگن اینا تعصب زبانی دارن؟ ندارن اینا تعصب زبانی ندارن. این یک کلمه پوانتون اینا تمام اینا فراموش کردن که مدت 100 سال گذشته تمام مراوده های دربار و ادارات افغانستان به فارسی بود. هیچ کس شکایت نکرد که من چرا با پشتو مکتوب نوشته کردن نمید. من یک پشتون هستم. 23 ولایت افغانستان پشتون است. این که برادر ما هر چی بگوید که پشتونا اقلیت است، این اقل اگر اقلیت است چرا زورتان نمیکشه که اینا رو اوسو کنه؟ پس فکر نمیکنین یک عقده است که حالا طالبان آدم نه به زور و نه در از راه دموکراسی حذف کردن نمید. در دموکراسی رای از پیش زیاد میبره و در جنگ به اساس نفوذ بیشتر زور داره از بالای میآید. ولی به اساس زور نیست. فکر میکنید به اساس زور نیست؟ من لحاظ حقوقی تشریح میکنم براتون. در حقوق دو راه داریم، یا دیکتاتوری مطلق است که او زور است و یا دموکراسی است. دو راه داریم. لحاظ حقوقی دو راه است. من دو راه را براتون تشریح میکنم. فلهذا از دو راه انسان به قدرت میرسه. یا دیکتاتور مثل هتلر واری اون از زور داشت به زور آمد و یا این از راه دموکراسی رای میگیری میایی.
دو راه است. از هر دو راه پشتونا برنده میشن. 23 ولایت طالبان از کدام راه آمدن؟ کدام انتخابات پشتونا برنده شد؟ آقای احور به شما بعداً فرصت داده میشه. آقای احور فرصت بدین با آقای فاطمی صحبت کنم، تمام بکنین. بفرمایید. بله ببینید اینا میگن در نگران ما خود متولد کابل هستم، مگه از ریشه از سادات کنر هستیم و زندگی جلال آباد هم کردیم، در لغمان هم زمین ها و جاها داریم، ولی لحاظا برای من لغمان و جلال آباد و کنر اینا فرق نداره، کل یکیست. اینا جلال آباد و لغمان هم در حساب. ببینین امیال تاجیکا که خود اکثریت بیشتر میگیرن، علت چیه؟ اونا هزاره ها هم در حساب خود میگیرن، ترکمن هم در حساب خود میگیرن، ازبک هم در حساب، بازم 44% خود پورا کرده نمیتونن. اما بیاین زمین یک چیز تاریخی دیگه براتون میگم. منابع چی است؟ منابعی که صحبت میکنن چی است؟ آقای فاطمی میخوایم کوتاه بگویم. شما گفتین دو نوع حکومت وجود داره، یکی هم دیکتاتوری که بدون انتخابات میآیند و یکی هم که از طریق دموکراسی انتخابات. حالا طالبان از کدام طریق به نظرتان به قدرت آمده؟ از طریق دیکتاتوری نیست، طریق زورگویی نیست به نظر شما؟ و شما بله و شما همچنان پیشتر گفتین اینا خو از راه جنگ به آمدن و پیشتر شما گفتین که باید به قانون اساسی احترام شود. به یک گونه نشان دادین که طالبان امروز به یک حساب به قانون احترام کرده که واژه دانشگاه را حذف کرده. اگر این طور باشه چرا نظر به قانون باید دخترها هم آموزش ببینه، نظر به قانون باید انتخابات برگزار شود، پس چرا این قوانین تطبیق نمیشه؟ ببینید از مکاتب دخترها ما شما کلی مبارزه دارن که رها شه و چرا نه نقطه نظر اسلامی درست عمل است که اینا میکنن و نه نقطه نظر مدنی. این که کار طالبا خلاف تمدن و خلاف اسلام است. چرا خدا قرآن من نکرده، فلحاظ اینا چی کار هستن که من کنن. در مورد نقطه دیگه تون چی بود ببخشید؟ انتخابات، برگزاری انتخابات. اینا با انتخابات معتقد نیستن. طالبا به دموکراسی معتقد نیستن، به خود اونا واضح است. اونا میگن این یک سیستم غربی است و پس چطور امروز میآین و از قانون حرف میزنن؟ میگن نظر به قانونی قانون دیگه چیز است، جمهوریت و دموکراسی دیگه چیز است. خواهر گرامی نظر به قانون، نظر به ما شما در ماده‌های قانون دقیق نوشته می باشه که حکومت چی نوع یک حکومت می باشه، حکومت جمهوریت است یا نیست، حکومت دموکراسی است یا نیست. قانون که نوشته باشه تطبیق میشه. در قانون اساسی عربستان سعودی نوشته نیست که جمهوریت نیست و نه جمهوریت نداره، صحیح است. پس طالبان یک بخشی از قوانین قبول دارن، هر بخشی که خوششون آمد قبول دارن، هر بخشی که خوششون آمد او را رد میکنن. درست؟ اینا قانون اساسی هم ندارن. ما ببینین اگه شما صحبت‌های ما را در طول زمان‌ها شنیده باشین، جنگ با اینا باید به قانون اساسی برگردن. قانون اساسی به افغانستان برگزیده شود و این باید ساخته شود و برای کمیسیونی بکار است. اگر فرضاً همین قانونی اساسی هایی که قبلا از 1964 است، قانون 1964 یک قانون اسلامی و بسیار قانون وسیع و بسیار قانون زیباست. امور اگر بگیرن 1-4-5% که اینا به اساس تمایلات خود اگر تغییر میتن تغییر بدن. تشکر آقای فاطمی. تشکر. طالبان فرضاً به قانون اساسی تن نمیدن. ممنون از شما. نیست که فرضاً قانون اساسی باید، افغانستان نیاز داره یک اجتماع، یک ملت، یک قوم بدون قانون اساسی. چرا قانون اساسی مسودی قرارداد اجتماعی بین مردم است و مردم تشکر از شما آقای فاطمی. حالا میخوایم فرصت بدیم به آقای احور. شما میخواستین پیشتر در میان صحبت‌های آقای فاطمی بعضی از حرفایتون همراه ما شریک بسازین، حالا میتونین شریک بسازین، بفرمایید. خب یک قسمت صحبت که ما در رابطه با تعریف تاجیک اینا صحبت کردن، صحبتایشان بر اساس تحقیقات امروزی کلاً اشتباه است، چون شما یک کتابی از ریچارد فالس، استاد دانشگاه، یک از دانشگاه بسیار معتبر کانادا است که نوشته کرده تاجیکس ایرانیان شرقی تاجیکان، و در اونجا واضح نوشته کرده که هیچ ربطی تاجیکا با عربا و موضوعات نداره. یک چیزی توهین‌آمیز است که همیشه از طرف یک گروه گفته شده که تاجیک و تازی با هم ربط داره یا اردشون یک چیز است. تحقیق‌هایی که در 100 سال اخیر صورت گرفته، هیچ کدام از تحقیق‌ها این موضوع را تایید نمی‌کنه. من پیشترم نقل قول کردم از کتاب دیوان ترکی محمود کاشغری که خودش استاد یا معلم زبان ترکی خلیفه عباسی بود. در اون نوشته میکنه که تاجیک یعنی فارس و فارسی زبان، هیچ ربطی به موضوع عرب و تازی گپا نداره. از لحاظ
آوا شاید نزدیک باشن با هم، ولی تاجیک و تازی هیچ حبتی با هم ندارن. این دو چیز با هم جداگانه است. تاجیک نامش در سندهایی که از رباطک بامیان هم پیدا شد، استاد غلام جیلانی داورید او پژوهش کرده و در رابطه با این موضوع، و حداقل تا منابع قرن 2 میلادی کاربرد نام تاجیک پیدا شده. مثلا شاههای کوشانی خود را میفتن ترک و شاه و تاجیک و شاه، یعنی خود شاه تاجیک و ترک میدانستند کوشانی ها، و ایره در سکه هایشان هم جابجا شده، در سکه هایشان هم ضرب شده و او خاطر یک غلط فهمی بسیار عام است در افغانستان به خاطر کوچک نمایی و توهین تاجیک ها که ربط بدن به عرب ها. تاجیک ها بومی ترین مردم جغرافیا هستند، یعنی قدیمی ترین. در این مورد انگلیس ها الفنستون هم وقت کتاب نوشته کرده میگه زده وامبری یک سفرنامه‌ای که نوشته کرده به طرف بخارا و کابل جا، او هم یاد کرده که تاجیک ها بومی ترین مردم نه تنها افغانستان بلکه بومی ترین مردم آسیای میانه هم هستند. در این مورد شک وجود نداره و اینا از ایرانیای قدیم هستند که در این جغرافیا بودن پیش از آمدن ترک ها، پیش از آمدن افغان ها در سرزمین. بخصوص حداقل در مورد احمدشاه درانی که خودش متولد ملتان است، در زمان پدر زمان خان اینا کشته داده شدن و از طرف نادر افشار به هرات امروزی و جابجا شدن در اطراف هرات. و هیچ تاریخی که مثلا ما ببینید ادعا بکنیم که در حق زبان پشتو تاجیک ها یا فارسی زبان ها ظلم کردن، یک نظریه بسیار اشتباه است، به خاطر اینکه هرگز زبان پشتو زبان اداره و زبان دیوان نبوده. پس یک زبانی که هیچ وقت در اداره و دیوان نبوده به او چگونه مثلا ظلم صورت گرفته میشه؟ ترک ها، عرب ها، فارس ها، هر کدامشون که به قدرت رسیدن این زبان را به خاطر غنامندیشون، باز هم تاکید میکنم، نه کدام احسان کردن، نه کدام خدمت به این زبان کردن و شاید کمترین خدمت هم افغان ها به زبان فارسی کردن، چرا که از زمانی که احمدشاه درانی به قدرت میرسه به مدت کوتاه یک امنیت در جغرافیا است، بعد از او همیشه ناامنی است و اینجا نه شاعر در اینجا رشد میکنه در جغرافیا افغانستان و نه کدام کتابی نوشته میشه. و ایره من از نظر خود نمیگم، مانکی یک کتاب نوشته کرده به نام Persian Itself و در اوج ادعا کرده که بیشترین خدمت را به زبان فارسی در جغرافیای هند صورت گرفته، چرا اونجا امن بوده و اونجا دیکتاتوری وجود نداشته. همیشه فارسی زبان هایی که شاعر بودن از آسیای میانه و از افغانستان اونجا کوچ میکردن میرفتن به هند و اونجا در اونجا خدمت میکردن. مثال عمدهش بیدل بدخشانی است که از بدخشان افغانستان با پدرش مثلا مهاجرت میکنه میره به کلکته هندوستان و در اونجا شعر و شاعری را شروع میکنه. به هر ترتیب در رابطه با اینکه دوستان ما گفتن و آخرین جمله مهمو است که اگر پشتونا در اینجا اکثریت نیستن چگونه اینا حکومت کرده تونستن، چگونه اینا همیشه بقایشون داشته؟ جواب وجود داره در این مورد. شما تاریخ معاصر افغانستان رو بخوانید، امیر دوست محمد با قرارداد انگلیس می اینجا حکومت میکنه، شاه شجاع با قرارداد انگلیس اینجا می حکومت میکنه، عبدالرحمن خان با قرارداد انگلیس با کمک انگلیس و کلدارهایی که از انگلیس میگیره حکومت میکنه، نادر افغان بعد از سقوط امان الله خان با کمک انگلیس می حکومت میکنه. وقتی در پشت یک قبیله اینقدر قدرت نظامی، قدرت اقتصادی وجود داشته باشه، بدون شک میتونه که او بقا داشته باشه. برعکس شما وقتی از اقوام دیگر مثال بزنین، شما هیچ وقت پیدا کردن نمیتونین که اقوام دیگر مورد حمایت خارجی ها قرار داشته باشن و حکومت کرده باشن. مثال دیگه بسیار ساده که تایید میکنه میگم مرا، در زمان امیر دوست محمد خان در اواخر پیش از اینکه جنگ اول افغانستان و انگلیس صورت بگیره، امیر دوست محمد خان نامه‌ای را نوشته میکنه به محمد شاه قاجار و میگه که من خود را مطور شاهنشاه خود قبول دارم، افغانستان خاک خودت است و ما تو را به عنوان پادشاه خود ازت کمک میخوایم که مرد مقابل سیکا حمایت بکنی، چون سیکا شاور و مزمنت پار از پیش میگرفتن و اگر من حمایت بکنی من خود جز خاک تو میدانم. در اوجه بسیار واضح انگلیس ها لارد آکلند نوشته میکنه که ما در افغانستان در آینده باید یک پشتون ضد زبان فارسی و ضد ایران را باید حمایت بکنیم، به خاطر که هر زمانی که یک درانی فارسی شده یا تاجیکی در اینجا به قدرت برسه، همسویی بیشتر با ایران نشان میده و این برای ما خطرناک است. ما نمیخوایم مرز مشترک با ایران داشته باشیم، مصدری که مرزهای مشترک اینا میتونن به مرزهای شمالی هندوستان حمله بکنن و این برای ما خطر است. بنابراین ما باید همیشه یک قبیله را
تنفر در مقابل ایران داره و میخواد که جغرافیا را جدا از ایران نگاه داره. و این شاید سوال شما را جواب داده باشه که چرا پشتونها تونستن که حکومت بکنن. آقای احور، خب اگر در مورد عملکرد اخیر طالبان صحبت بکنیم، به نظرتان استناد به قانون دولت گذشته از سوی طالبان توجیه داره؟ نه خیر، من فکر میکنم که بازم من میگم که طالب ها یک زرنگی پیدا کردن و اونا میخوان که با پشتونها، مخاطبشون بیشتر پشتونها است و او هم پشتونهایی که دنبال پشتونیزه کردن افغانستان هستند. نه همه پشتونها، یک قسمت زیاد از پشتونهای افغانستان طرفدار همزیستی هستند، فارسی دوست هستند. اونا نمیخوان که زبان فارسی اینجا یک ستیزی بین فارسی و پشتو صورت بگیره. مخاطبشون هم گروهی است که در اطراف اشرف غنی جمع شده و تمام گروهی است شاید مثل اسماعیلیون یک تعدادی از پشتونهای بسیار متعصب که برای اونها یک پیام بفرستن که ما بر شما خدمت میکنیم و ما خدمتگزار پشتونها هستیم. یعنی ما در فارسی ستیزی مثل شما عمل میکنیم، ببینید ما لوحه بلخ پایین کردیم و این یک نوع توهین به یک زبان است، یک بی‌حرمتی به یک زبان است و میتونی که بازم ما گفتم که اینا اگر ذره هم غرور ملی می داشتن با جای پایین کردن لوحه فارسی از زادگاه زبان فارسی که بلخ است با لوحه زبان انگلیسی رو پایین میکردن، چون لوحه زبان انگلیسی در مملکت ما زبان بیگانه است. زبان فارسی در این جغرافیا حداقل اگر ما ناسپاسی نکرده باشیم حداقل از پشتو کرده در این جغرافیا عمر طولانی داره، ریشه طولانی داره، پخته تر از این زبان در این جغرافیا. بازم ما فکر میکنم که این کارهای طالبا باعث نفاق میشه و این کس مانع شده نمیتونه، باعث بیداری تاجیکا هم نمیتونه میشه، باعث بیداری فارسی زبان ها هم میشه. وقتی فارسی زبان ها ببینن که در حق زبانشان بی‌حرمتی صورت میگیره اونها هم بیدار میشن. نه تنها پشتونا بلکه اقوام غیر پشتون هم در این جغرافیا بیدار شده میرن و ما امیدوار هستیم که مسئله از طریق همین دیالوگا در آینده حل شود. تشکر. آقای فاطمی، از شما به عنوان پرسش اخیر میخوایم بپرسم که اگر بحث زبان و واژه ها به همین گونه ادامه پیدا بکنه به نظر شما چی تاثیر بالای جامعه خواهد داشت؟ به اساساً من مخالف دامن زدن به جنگ ها و تصادمات از خاطر مخالفش هستم که اجتماع ما شما تحصیل و تعلیمش کم است. اجتماع افغانستان اکثریت قاطع یعنی 93% بی‌سواد هستند. اگر اجتماع مردم ملت تحصیل کرده شود به این مسئله بحث شود، این باعث غنای از دو زبان میشه. هرچی هیچ ضرر نداره. در اروپا هم بحثا که صورت میگیره باعث فاصله مردم نمیشه بلکه باعث نزدیکیت و غنای زبان ها میشه و زبان باعث تشنج و جنگ با یکدیگر نمیدانند. بعضی چیزا را باید با جواب دوست گرامی ما آقای احور باید بگویم که اینا اشاره کردن به دوران کاشانی ها و ساسانی ها و یفتلی. زبان پشتو و فارسی زبان برادر و خواهر گفته میشن. از ریشش از امون کاشانی ها شروع میشه و زبان یفتلی بر دو زبان یفتلی گفته میشن. اشاره کردن به تاریخ مختصر. تاریخ مختصر نویسنده عبدالله حبیبی در اونجا می نویسه که 4500 سال قبل پشتو زبانا از بخت بلخ به حرکت کردن طرف پکتیا و گوملای بلوچستان و به سند رفتن. از اون طرف به این طرف نامدن، از این اون طرف رفتن و این در تاریخ درج است. و آدم 170 جلد کتاب به زبان فارسی داره ولو که خودش از قندهار و پشتون است، مگم 170 جلد کتاب در غنای ادبیات فارسی اضافه کرده. ما رفرنسی که دارم، از من سوال کردن برادر ما قبلا که رفرنس تان کی است. ما کتاب واژه ها و دیکشنری و تاریخ دکتر سبزیاره که یکی از محققین زبان پشتو هستن و استاد ادبیات پشتو هستن و کاملا زیاد کار کردن. اونا را شما برین، اینا گفتن که خدای نخواهی اگر گفتم میشه که قوم به این نام بود، او برای تضحیک نبوده بلکه این نامی از قوم عرب بوده، نام قوم عرب بوده. فلهذا در مورد احمد شاه بابا اینا گفتن احمد شاه بابا متولد ملتان نبوده، متولد هرات هستند. در این مورد هم 7 ماه قبل در اینجا یک نشست بسیار بزرگ بین دوست علما و دانشمندان ادبیات پشتو و فارسی صورت گرفت به یک جربه است. در نتیجه همگی به این متفق شدن که این یک توهم است که انداخته شده که آیا این متولد ملتان است یا حضرت. در اصل احمد شاه بابا متولد هرات هستند. شاعرایی را که اینا گفتن که در
هندوستان بودن، واقعا شاعرای بزرگ در زبان فارسی ما شما بدل به دهلوی داریم، غالب داریم، داغ داریم، ذوق داریم، شاعرای بسیار بزرگ است. ذوق استاد علامه اقبال است و علامه اقبال 80% اشعارش به فارسی است. در یک کلمه که قبلا فراموش کردم که جواب برادر ما را بتون، اینا گفتن که حتی اشاره طور کردن که احمدشاه بابا هم پشتون نیست، بلکه درست در از جمله عساکر یا جنرالای نادر افشار بود، مگم وقتی که پس قوم بر سرش تاج بزرگی را گذاشت و پس در مقابل نادر افشار رفت، نادر افشار شکست داد. فلهذا نادر افشار زنده نبودن وقتی که اونا به کار رسیدن. او خود دوران میرویس بابا بود که شما با میرویس بابا اشاره کردین. با میرویس بابا اشاره کردین. هدف ما از دوست میرویس بابا پشتون است. ایره که آل مردم میگن که حکومت شما از کدام جای وگن، این گپا را نو کشیده میرن. همین که شما میگین که بعض گپا ساختگی است و به حقایق ربط نداره، صحبت شما هم بسیاریش به حقایق ربط نداره، صرف شنیدگی است. احمدشاه بابا پشتون بود، با پشتو اشعار داره، با فارسی اشعار داره و این زیبایی یک رهبر به زبانهای محلی مردمی خود باید صحبت کنه. ما مشکلی که در افغانستان داریم اینمی است که ما اگر بخوایم که ما با برادروار با هم در طول دیگه تاریخ زندگی کنیم، ما باید یکی دیگه همپذیر باشیم. ببینید در کانادا 2 زبان است، فرانسوی و انگلیسی. هر مامور دولت موظف است که زبان یاد داشته باشد. اگر یک زبان یاد نداشته باشد در دولت کار کردن نمیتونه. هم باید فرانسوی بدانه، هم باید انگلیسی. چرا که یک نفر میشه که مراجع باشه و او به انگلیسی نفهمه، باید با فرانسوی کار. در افغانستان ما شما به دفتر مدرعی به یک زبان که صحبت میگن، ما پشتونا را میارین در پروگرام میشنین، فارسی سوال که فارسی جواب میده، پشتو سوال که پشتو جواب میده. برادر فارسی زبان بیار میگه والا ما با پشتو نمیفهمم. او روز دیگه در یک پروگرام با یک برادر به نام بدخشی بودم، چی میگه ما ضرورت نداریم به پشتو یاد بگیریم. خیر پشتون چی ضرورت داره که فارسی را یاد بگیره؟ این گپ غلط است. نه، ما در زندگی همزیستی در یک اجتماع ما نیاز داریم که با یک دیگه خود بشناسیم. یک دیگه آقای فاطمی آقای احور به شما هم فرصت داده میشه با صحبت‌هایتان تمام بکنین. من یک سوال کوتاه داشتم از آقای فاطمی. اینا گفتن که در وضعیت کنونی افغانستان این کارکردهای طالبان باعث میشه که میان اقوام یک بی‌اتفاقی و جنگ به وجود بیاید. پس پیشنهاد شما بر طالبانی است که از این کارا دست بکشن، درست؟ قبلا ما میخوام در این مورد براتون یک قصه کنم که فرضاً طالبان چرا این مفکر. ما در لاهور یک کنفرانس علما و مشایخ بودن و 5 نفر از افغانستان نماینده بودن در اونجا، از مختلف تنظیم ها بودن. من در اون 5 نفر یکی من بودم. 2 نفر از طالبان بودن. در این سال 1998 بود. امی وزیر فیلی اجاقاف در وقت رئیس دارالافتاء بود، نور محمد ثاقب ایام در این هیئت بود و به نام حقانی مسلم حقانی وزیر فواید عامیشان بود. در اون وقت یک جوان از دره شکردره کابل بود و هم در این هیئت بود. وقتی که ما دی کنفرانس رفتیم که بیشتر 120,000 مندوبین بودن و در حدود 120 مملکت دی کنفرانس اشتراک داشت. ما در صدر کنفرانس ششته بودیم. ما در بین امی 2 برادر ششته بودم، در بین مسلم حقانی و نور محمد ثاقب. وقتی که کتاب پروتکل آوردن که نوشته کنیم که دیدم اردوش به فارسی نوشته را شروع کردن. در املا و انشایشان هم غلط بود. از این هم کم کم خواندم، از این هم کم کم خواندم که خواندم. ما به عربیش روی گشتم و گفتم اگر فرضاً در فارسی مشکل دارین چرا با پشتو نوشته نکردین؟ با پشتو نوشته کنین. همین چیز نظری که داره. گفت برای ما زبان فرق نداره، زبان مهم نیست. ما برای ما اردو زبان ملی و وطن ماست. ما با اردویش به زبان فارسی نوشته کردن. ما که دیدم که اینا چیزا، ما به زبان انگلیسی نوشته کردم. ما به با فارسی و با پشتو نوشته نکردم. گفتم بان که اردویش نفهمه دیگه. ما با کلی هم نوشته خود تغییر دادم. اینا با فارسی نوشته کردن. اگه تبعیضی می داشتن ببینید نور محمد ثاقب هم پشتون است و مسلم حقانی از درست از منطقه شمال است، مگر پشتو زبان بود، اما با فارسی نوشته میکرد. در کل تبعیض ندارن. امیال ما یک مثال دیگه. آقای فاطمی، شما از پرسشی بود که پیشنهادتان به طالبان چی است در وضعیت کنونی که افغانستان است؟ ببینید ما
که شما میگن ما به لفظ فانتون و دامن زدن ایره من مخالف هستم. امیره اون اگر پشتونا اولادش به فارسی درس میخوان، اگر پشتونا میان، اگر اونا یک لفظ آوردن به اون یک لفظ، چی جنگیدن به کار است؟ باید نکنیم. اگر طالبا میبینن که یک کاری که باعث تشنج در مملکت شود، فاصله بین اقوام میشه، فاصله بین ملت و مملکت و حکومت میشه، باید نکنن. هر چیزی که ضرر به اجتماع میرسانه. ما یک جریان دیگر هم با شما شریک میسازم. اگر خیلی کوتاه است، به خاطر که فرصت باید با آقای احمد داده شود. جریان 36 سال قبل است و دوستای ما الحمدلله همگی فعلا شخصیت‌های بسیار بزرگ هستند. ما در لیسه مجاهد درس می‌خواندیم و ما در یک صنف که میشتیم پنشیری، تخاری، بدخشی، کنری، جلال آبادی کلگی ما بودیم. مشکل در این بود که بدخشانی ها با پشتو نمیفهمید و کنری ها با فارسی نمیفهمید. ما و یکی از دوستای دیگه ما که چند روز قبل مدیر رئیس عمومی ترافیک کابل بود، نورالله مراد، ما دوتا هم با فارسی صحبت میکردیم هم با پشتو و معلم بعد از اون ما را میگفت که شما ایره تشریح کنین. برادرایی که از کنر و از جلال آباد بودن در آخر سال فارسی را یاد داشتن. برادرای ما که از بدخشان و تخار بودن که فعلا یعنی در مدت 20 سال سفیرا بودن، اول نمره عمومی لیسه ما بودن از بدخشان و فعلا در کانادا زندگی میکنن. بسیار شخصیت ورزیده و خوب هستند، اما باور به خدا کنین در 1800 نمره 1700 در عبده مضمون میگرفت. در پشتو که میشید گریان میکرد. پشتو یک لفظ با معلم پشتوی ما مختارخان نام داشت، او پارچه سفیدش چل میداد که باش ناکام نشه و ایره 1740 یا 1800 نمره میگرفت. پشتو را یاد نمیگرفت. محیط پشتو بود، پیشاوری ها پشتو زبان بودن، زندگی در پیشاور میکرد اما پشتو را یاد نمیگرفت و تا امروز یاد نداره. او روز من راش صحبت با چی میخواین اشاره بکنین؟ با اشاره به این که امی زبان یاد گرفتن هم یک علاقه و یک دل باز میخواه. کس وقتی که شما یک مملکت دوست داشته باشین، یک ملت، یک قوم باشنده های زور دوست داشته باشین، شما هر زبان زور یاد میگیرین، به هر انانی زور احترام میگذارین. مثل ما ازبک دوست دارم، ما تاجک دوست دارم، ما ترکمن دوست دارم، ما هزاره رو دوست دارم. چرا؟ برادر و قوم ما در این سرزمین است. ما به اناناتش احترام دارم، ما به زبان شیرین، به خواندنای شیرینش احترام دارم. تشکر. این تضاد برای چی که الان فارسی شده؟ تشکر آقای زبان ترویج کنیم، بیاین مرد شویم، مردو زبان یاد بگیریم. و من در سال 1992 با استاد ربانی پیشنهاد کردم و پیشنهاد امرای است. ما برشان دادم، گفتم استاد اگر میخوایی که این مملکت متحد بمانه، در اینجا جنگ نباشه، مثل کانادا و نظام نافذ کو، زردو زبان رسمی و لازمی بگردان تا هیچ فردی فارسی زبان از پشتو دور نباشه و هیچ پشتون از فارسی دور نباشه و هر کس که با هم روبروی میشه به هر زبانی که بتونه تکلم کنه. اما خانه جنگی شروع شد و استاد ربانی نتونست با او گفته و مشوره عمل کنه و امروز ما شما میبینیم که تشکر آقای ما شما به این موضوع شدیم. بعد میتیم به آقای اگر مردم تعلیم یافته و تحصیل کرده شود بحثا مفید است. تشکر. آقای احول از استفاده سوی میکنن و باعث تشنج در بین مردم. آقای احول بحث با شما ادامه میتیم. خب شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا که بعضی پشتو را یاد ندارن یک بی‌احترامی بر زبان پشتو است یا شما چگونه ایده میبینین و در کل شما چی فکر میکنین اگر طالبان به می سیاست خود ادامه بده افغانستان به کجا میبرن؟ اول سوال دوم شما جواب میتونم. طالبان به سیاست خود ادامه میتن چون فارسی ستیزی طالب ها در تداوم یا ادامه نسل کشی تاجیک ها در پنشیر و اندراب ها و ورسج و شمالی است و این کار در وقتی که بار اول اومدن اینا حتی تاکای مردم نبخشیدن، گرفتن تاکای مردم با آتش زدن تا بتونن مردم تاجیک شمال اما زندگی روزمره خود آذوقه خود از بتن و برنگردن به شهر و سرزمینشان و زندگی نرمال نداشته باشن. اینا یک تنفر عجیب و غریب نسبت به زبان فارسی و مردم فارسی زبان داشتن. یک در رابطه با پرسش و چرا این کار من فکر میکنم به یک نحوه سرنوشت فارسی زبان افغانستان متر شده و این تداوم این وضعیت به سود
نه تنها به سود طالبان است، به سود حاکمیت و اقتدار پشتون ها در افغانستان نیست و این مقاومت تاجیک ها و غیر پشتون ها را بیشتر می‌سازد در مقابل حاکمیت پشتون ها و در آینده یک مشکل کلان براشون به وجود خواهد آمد از یک طرف. و در رابطه با این که ببخشید سوال اول شما را کم ای که بعضی ها لسان پشتو را یاد ندارن واقعا این بی احترامی فکر میکنین؟ بفرمایید. نه خیر، ببینین زبان پشتو را در قسمت زیادی از تاجیک‌های پکتیا، تاجیک‌های غزنی، تاجیک‌های قندهار، تاجیک‌های هلمند، تاجیک‌های لغمان، تاجیک‌های جلال آباد اینا پشتو میفهمن و با پشتو صحبت میکنن. امرای همسایه‌هایشان ما به یاد دارم زبان ما در زابل بودیم، یک تعدادی از کسایی آمدن در زابل امروز ما صحبت کردن، خود تاجیک معرفی کردن، به زبان فارسی نمیفهمیدن. گفتم شما چه قسم خود تاجیک میگید؟ ما به یاد داریم که ما تاجیک هستیم و به این نوع زندگی میکنیم و این درست نیست، این ادعا درست نیست. در رابطه با اینکه چرا مردم در هرات و بلخ و کابل یا صحبت نمیکنن، نیازش برش پیدا نشده، چون این شهرها مطلق شهرهای فارسی زبان هاست و هر کسی مثل که یک نفر که در قندهار میره با مور زبان باید پشتو یاد بگیره، یک نفر که از قندهار کابل هم میاد با مور زبان فارسی یاد میگیره، چون زبان را که در جامعه صحبت میکنه زبان فارسی است، در کابل، در بلخ، در بدخشان، در پنجشیر، در هرات. این یک چیز طبیعی است، نباید توقع آدم داشته باشه که مردم در کابل بیاید به زبان پشتو یاد بگیره یا زبان پشتو را مثلا سرشان شه. یک گپ دیگه هم است که زبان پشتو در معارف افغانستان تحمیلی بوده و اگر این تحمیلی نه این بود به خواست مردم این بود، شاید مردم با مور زبان علاقه پیدا میکردن، یاد میگرفتن، ولی خاطرات تلخی که 90 سال پیش مردم از این زبان داشتن و تحمیلی زبان داشتن که حتی خیلی جریمه میشدن، معاششان به وقت پرداخته نمیشد به خاطر یاد نگیری زبان پشتو. خصوصا در زمان داود خان این یک جبر شده بود که یکی از نقل قول میکنم از یک از وزرای خود داود خان که داود خان از پرسان میکنه وضعیت معارف چطور است، مردم فارسی یاد گرفته یا نگرفته؟ میگم من از خودت پرسان میکنم که زبان پشتو رو یاد گرفتی نگرفتی؟ یعنی یک زبان رو میخوای سر بالای تمام جمعیت تحمیل بکنی ولی خودت آماده نیستی که زبان یاد بگیری. همین دورانی هایی که حکومت میکردن، معمزهایی که حکومت میکردن مثل ظاهر شاه، مثل داوود، اینا خودشان پشتو نمیفهمیدن. سردار نعیم پشتو صحبت کردن نمیتونن. آقای احور، به عنوان پرسش اخیر شما از نسل کشی و فارسی ستیزی یاد کردین. خب به نظر شما چی گام های باید برداشته شود تا این فارسی ستیزی دیگر دوام پیدا نکنه؟ من فکر میکنم اون پشتونهای شهری شده، پشتونهایی که مثل ما هستن، پشتونهایی که در فکر آینده افغانستان هستن، نگران آینده مملکتشون هستن، وطن پرست هستن، تاریخ خود دوست دارن، جغرافی خود دوست دارن، اونا یک رسالت دارن که بیاین هم خوب خدا خوب بد خدا بد در اشتباه طالبا کنار طالبا نیستن، نقد بکنن این کارا را. اما قسمی که ما دیروز توقع داشتیم که در مقابل اشرفغانی اینا بلند شون و سیاست‌های فاشیستی اشرفغانی رد بکنن، چرا اگر این کار اینا نکنن و امروز بین اینا توجیه بکنن که خیر است یک واژه را پس کرد چی میشه؟ گپ سر یک واژه نیست. من بازم گفتم که این چی یک میخ فرق یک نفر بکوبی چه 100 میخ بکوبی نفر میمیره. هدف کوبیدن این زبان است و هدف زجر دادن فارسی زبان افغانستان است، هدف توهین کردن فارسی زبان افغانستان است. و همون قسم که آقای فاطمی گفتن فارسی زبان‌های افغانستان هم به حد کافی، همون قسم که پشتونا آگاه شدن، فارسی زبان‌های افغانستان هم به حد کافی آگاه شدن، ریشه‌های مشترکش با ایران میدانن، ریشه‌های مشترکشون با تاجیک‌های آسیای میانه میدانن و بر از او بسیار غیر قابل قبول است که یک مأموری از بالا بیاد برشان بگه که نه تو پهنتون بگو و دانشگاه نگو. ما ریشه‌های مشترک خود میدانیم، ما می‌خوایم زبان خود هر چی ممکن است با تا حد ممکن نزدیکتر بسازیم به زبان تاجیک‌ها، نزدیکتر بسازیم به زبان فارسی زبان‌های ایران تا ما بتونیم ارتباطات خود قوی‌تر بکنیم، نه اینکه با مرور زمان ارتباطات خود تضعیف بکنیم. آقای سعید بلال احمد فاطمی و آقای جاوید احور، تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. ببخشید آخر یک تشکر به دوستا و به برادران میخوانم، جواب برادر دمی میتونم. خیلی کوتاه بفرمایید. مولانا رومی میگه که دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم، کشتیم خرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. خدا کنه که نشویم. تشکر آقای سعید بلال احمد فاطمی و آقای جاوید احور، تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. بینندگان عزیز، برنامه در همینجا به پایان رسید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.